در زمان جمهوریت بود که بازسازی شد و همچنان در زمان امارت است که رقم پاک شده و همچنان سرسبز شده. خب دوستای عزیز، قصر دارالمان که است یکی از مشهورترین بناهای تاریخی افغانستان است که قسمی که شما میفهمید در شهر کابل موقعیت داره و از دوران سلطنت محمد نادرشاه بود که ابتدای محل اقامت شاه ها بود. مثلا هر کس از خارج میامد، نه شاهایی که از خارج میامد در محل اقامتی از وا بود. یک مکان تاریخی و یک مکان فرهنگی و تفریحی زیادتر استفاده میشه. سلام دوستای عزیز، امیدوارم خوب و صحتمند سر حال باشین. آرزومند هستم هر قسمت جهان که هستین دور از دغدغه‌های روزگار باشین. بازم با سلسله ها و برنامه‌های گذشته دوستا آمدیم به قصر دارالمان. عمران جان. بله یا دوستای عزیز، سلام، ما رو پذیرا باشین. یک سال هم شیشته مریض هستین؟ بله یا خدا کنه که جور صحتمند باشین. دوستای عزیز، آمدیم امروز قصر دارالمان. البته بار اول هم از ما آمدیم. ما همچنان دیگه ببینیم دوستا که چه رقم است، چه تغییرات آمده از وقتی که بازسازی شده و همچنان تا فعلا که ما میبینیم خیلی جای منظم و انتیک. بله دوستا بسیار یک تا فعلا که گفته عمران جان داخل شدیم، بسیار یک فضای پاک منظم برای تفریح، بسیار یک جای مناسب است. دوستای عزیز، میخوایم تمام قصر برای شما انشالله گوشه و کنارش براتون نشان بدیم در تصویر. با ما باشین در ادامه دوستا. کلان هم هست جان قصر، واقعا بسیار فضای آزاد داره، فضای آزاد، سرسبز. فکر کنم دمی سالهای اخیر بسیار سری از این قصر کار زیاد شد، نه؟ سابق در زمان جمهوریت بود که بازسازی شد و همچنان در زمان امارت است که رقم پاک شده و همچنان سرسبز شده. بسیار عالی شده، مکانی بسیار خوب. دوستای عزیز، تا فی الحال که میبینین فکر کنم که بسیار مراقبت جدی میشه از قصر دارالمان، چون همه چیز منظم است. خب دوستای عزیز، آمدیم با پارکینگ دیگه. موتر هم اینجا استارت میکنیم و میریم. واقعا خوب است عمران جان که پارکینگ مجهز و منظم هم داره، نه اینجا؟ و هموطنای ما میتونن که امروز موتر بیان و سرگردان هم نشن دیگه جای پارکینگ بپالن. باز در داخل از همین جا پارکینگ است. قصر دارالمان از دیگه سمی جان مکمل است. خیلی دوستای عزیز، دیگه از موتر پایان شدیم، میریم طرف قصر. آهسته بالا شیم، از بالا ببینیم ویوش چقدر منظم مقبول است. دوستا خوب یک جای که هوادار. خب دوستا، ایام قصر دارالمان است. وقت که خوب معماری شده سمی جان، میبینی؟ واقعا خیلی منظم و معماری بسیار عالی کار گرفته شده. اون طرف هم یک تعمیر دیگه مثل قصر دارالمان و اسمش هم چی است؟ دوستا اونجا هم یک قصر دیگه است، دورتر البته، دورتر و خیلی مقبول هم است. خب دوستای عزیز، دیگه قسمی که میبینی 3 نفر هستیم. علی جان هم دوست رفیق ما روز همراه ما آوردیم. سمی جان خوب میشناسید دیگه، یک چهره مطرح. دیگه آمدیم بله به قصر دارالمان. بله واقعا خوب قصر مجلل بوده، بسیار کلان است در وقتی که ای ساخته شده. البته فعلا هم رقم قصر فکر نکنم در کل افغانستان باشه. دوستای عزیز، قصر دارالمان که است یکی از مشهورترین بناهای تاریخی افغانستان است که قسمی که شما میفهمید در شهر کابل موقعیت داره و از دوران سلطنت محمد نادرشاه بود که در دهه 1920 در سال 1920 ساخته شده و هدف از ساخته شدن این قصر ایجاد یک محل اقامت رسمی برای شاه و خانواده سلطنتی بود.
بله دوستان. چقدر جای بزرگ. همچنان عمران جان معماری که در قصر کار گرفته شده معماری سبک اسلامی بوده دیگه، غربی و ایرانی مشاهده میشه در اکثریت جای ازی. سه نوع سبک یک جای در معماری ازی استفاده شده. بسیار عالی، بسیار عالی. همچنان نگفته نمانه عمران جان در طول تاریخ قصر دارالمان استفاده مختلف صورت گرفته از قصر دیگه. ابتدا محل اقامت شاه ها بود، مثلا هر کس از خارج می آمد، شاه هایی که از خارج می آمد در محل اقامتی از او بود. پس از که سقوط رژیم سلطنتی شد باز این بنا به مکان‌های مختلف تقسیم شده و تبدیل شده، از جمله مثلا مقرهای دولتی، وزارتخانه و دفاتر حکومتی آمد در جای گرفت. بله، چون بسیار یک فضای آزاد است و همچنان یک فضای خاص به خاطر که به عناوین گوناگون ازش استفاده می‌شده. آهسته آهسته در طی جنگ‌های داخلی کشور ما این بنا تخریب شده بود. بله، باز دوباره بازسازی شد. بله دوستان. دیگه داخل دوستا اجازه نداریم، به خاطر داخل رفتن نمیتونیم، ولی داخل هم تا جایی که ما دیدیم و معلومات داریم بسیار معماری خاص داره و همچنان زیبا و مقبول است. کشیدم؟ عزیز، مکان بیرون قصر دارالمان دیگه سبزگک هاست و شمالک های بسیار خوب داره، شمالک های سرد و تا در گرمی ها خوب مزه میده. و یک چیزی دیگه نگفته نمانه دوستای عزیز که فعلا از این قصر به عنوان یک مکان تاریخی و یک مکان فرهنگی و تفریحی زیادتر استفاده میشه که مردم میان از جا بازدید میکنن دیگه. خوب است دیگه، کسایی که این ویدیو را میبینن حتما بیاین دوستای عزیز یک سر بزنین به این قصر زیبا، به این مکانی دلپذیر، به این مکانی آرام، بسیار یک مکانی آرام بی سر صدا و یک مکانی است که واقعا آدم از دیدنش لذت میبره. باش که این طرف قصر را ببینیم، طرفی دیگه قصر است. از اینجا ببینیم که چی رقم منظره داره. اینجا یک ذره بلندتر است دیگه، خوبتر معلوم میشه فضای اینجا. از طرف ببینیم که چی منظره داره قصر. دوستا یک ذره نفسک میزنم چون مانده هستم از کتال بالا شدم دیگه، بخشش باشه. دیگه از اینجا سرک دارالمان هم معلوم میشه. این دوستای عزیز، سل کنین منظره را که چقدر منظم و چقدر مقبول معلوم میشه از این بالا. عمران جان از اینجا خدا یک جر که طرف پایین سبزه است، برو این خدا پرد دیگه. دوستا هم تو میریم طرفی پیش ببینیم اون طرفش، طرفی دیگه قصر رو ببینیم که اون طرف چی رقم است منظرش دیگه. چون که داخل اجازه نیست دیگه، ناگزیر از این بیرون برای شما دوستای عزیز ما ویدیو میگیریم دیگه. امیدوار است کنم که لذت ببرین. طرفم سرک دارالمان، هم سرک دارالمان است دوستای عزیز. اینی دیگه سرک، چندین سرک های زیبا به اینجا وصل شده.
فضای کابل جان از معلوم میشه. دوستای عزیز دیگه ببینیم این طرفشون براتون نشان میتم دیگه. قصر خلاص میشه 4 دور برش دیگه. اما قدر بود فضای بیرون قصر، اما میمانه فضای داخل دیگه برای دوستای عزیز، چون که اجازه نیست ما نتونستیم ویدیو بگیریم از داخل. دوستای عزیز رسیدیم به پایان برنامه. امیدوار هستیم که لذت برده باشین. ما خب بسیار زیاد لذت بردیم. بله دیگه وقت بسیار جای زیبا بود. بله دوستای عزیز، قسمی که خودتان دیدین خیلی یک فضای عالی، همچنان خیلی یک فضای وسیع بود. ما عمران جان 4 بغل دور خوردیم، ماندام شدیم. خب دوستای عزیز دیگه خودتان تشریف بیارین از نزدیک ببینین. دیگه ما زیاد وقتتون نمیگیریم. امیدوارم خوشتان آمده باشه. شما رو به خداوند یک تا میسپارم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. دوستای عزیز خداحافظ.